برای مرده یا میت قربانی کردن جواز دارد و پاداش برش میرسه. مثلا فرزند هست برای پدر خود یا برای مادر خود قربانی میکنه، چون پدر و مادرشان فوت کرده یا بر یکی از اعضای خودشان که فوت کرده میخواد قربانی بکنه و ثوابش بر ازو ببخشه. چون ما از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایات داریم که دلالت به این میکنه که پاداش قربانی برای شخص فوت شده میرسه. اولی که حدیث داریم سنن ابی داوود به شماره 2790 میآوره، علی رضی الله عنه از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی میکرد و میگفت که من توصیه شدیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر من گفته که بعد از مرگ من بر من قربانی بکن. همچنان حدیث داریم به شماره 2810 سنن ابی داوود میآوره این حدیث را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت قربانی میکرد دو تا قربانی میکرد و یک تاش میگفتی از آل محمد و از امت محمد که قربانی نکردن. پس علمای حدیث استدلال به این میکنن که فقها استدلال میکنن که اجر و پاداش قربانی برای میت میرسه ان شاء الله. جزاکم الله خیر.